سلام علیکم داملای محترم، با این سوال ها جواب گردانید. بالای سر مرد در وقت جان کندن زنی که یاسین را تواند خواندن مرد نباشد میتوان تلقین کند؟ میتواند البته. یعنی مردی که در حالت نزع جان است هیچ کسی نیست که یاسین بالای او بخواند. پیغمبر خدا را حدیث مبارکش است که شما در حالتی که نزع جان میشود یکی از برادر شما یاسین بخوانید. اگر نباشد مردی میتونیم که زنی که اگر یاسین میتواند بیاید تلقین همون مرده کند، باکی ندارد، هیچ جای گناهش نیست. سلام دوستو، با شما سمیوان کورس لیچنش پیشنهاد میکنم. کورس لیچنش 8 تا 12 کیلوگرم وزن میگیره و از موج بوشمش تا 15 کیلوگرم. همچنین گردش خون تیز میکنه، تنه را بخواد میکنه. مشنی مسئله مرحمت به شرکت شفافرما زنگ زده، شرکت شفافرما مراجعت کرده به متخصصاش داروی خود رو دسترس نمایید. برادر خدا کجایی؟ ما خرگان. چه رفتی اومدی؟ 100%. کوم امیگراسیون تا نشون میده چندم چیزو اینم برادر امروز 21 سپتامبر ای دینا گذاشتیم 20 دا. این امیگراسیون که 100% پیشنهاد میکنم. 20 دا گذاشتیم. به اوچران میره سراز همزگاری میاد. سلام علیکم. امایا. خانه. نرمال رفتیم اومدیم. ای کجای تاجیکستانی؟ کافازابور. چه رفتی اومدی؟ کو همش خط گرزا. که نرمال هم خواهد برای گراجاین تاجیکستان من سوال میتم باید 3 ساعت 4 ساعت پراور که میکنم هم سوالش در کانکرت جواب ده تمام به خاطر به یکون چه به پرابلم یکون پرابلم داشته باشد در همش برادر محل میکنه تکشتا بیاین ماشیناشو فل دویم سوال، زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند؟ به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. سلام علیکم داملا، خواهش التماس دارم درباره جادوگرها گپ زنید تا مردم ملا را از جادوگر فرق کنند که این جادوگرها دین اسلام را سیاه کرده خودشان را ملا مینامند. آنها یگان آدم را به اسلام به نماز دعوت نمیکنند. خیر مادام هم باشد دیگر چی جای شهر دادن شد؟ وقتی که به ما و شما را به نماز دعوت نکنند، ما و شما را به مثال اسلام دعوت نکنند و خودشان هم ملا بگیرند، در صورتی که فالبین جادوگر باشند و ملا هم نیست جادوگر هم نیست. فقط شما یک کلمه را فراموش نکنید. وقتی که در یگان کسی را جادوگری میکرد بگین جادوگری کرد، ملاگی کرد نه. این ملاگی از جادوگری فرق دارد. این جادوگر هم در دنیا و هم در آخرت روش سیاه است. اون نه ملا است نه جادو از دستش میآید. السلام علیکم داملای عزیز، به همین سوال من جواب دهید. به حاجتخانه بی‌طاقی در آمدن اوبال است؟ من به حاجتخانه در آمدم، مرا یک ملا جنگ کرد که بی‌طاقی نداره. راست میگه. در یکی از فتواها ما به چشم خود دیدیم که داخل حاجتخانه انسان باید که سر لوچ داخل نشود، زیرا که حاجتخانه خود مکان جین هست و جین عادتش همین است که هر جایی که اگر یک بدن لوچ بیابد حتمی در اونجا زلال میرساند. از این خاطر این صاحب کتاب هم به ما و شما گفتن که داخل حاجتخانه که شدین شما اول پای خودت در نزد در همون حاجتخانه شرفه بتین تا که هر چیزی که باشد از حاجتخانه دور شود. و اللهم اینا نعوذ بک من الخبث والخبائث. خدایا از این نجاستی که مرا آزار میدهد خدایا این را از بدن من دور بساز گفته با همین قدم پای چپ داخل چی شو؟ حاجتخانه شو و سر خطا بپوشان. این بهتر است برای که ضرر جین به تو نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا عزیز، من از شما همین را پرسیدنیم. ملت پرستی چگونه هست در قیامت؟ ملت پرستی را چگونه سزاوار است؟
ملت پرستی در اسلام ما و شما نیست. این خدای ما و شما همه وقت ندا میکند یا ایها الناس، ای مردم گفته خداوند به طرف ما و شما مراجعت میکند. ملت در اسلام هیچ اهمیتی ندارد، خواه تاجیک است، خواه عرب است، خواه روس است، خواه امریکایی است، کسی نباشد اگر ایمانی بر خدا و ایمانی به قرآن داشته باشد او برادر ما و شماست. ملت در اسلام هیچ اهمیت ندارد. من ندانم، لاهوری میگوید من ندانم مرز و بومش از کجاست. رسول اکرم میگه من ندانم مرز و بومش از کجاست، این قدر دانم که با ما آشناست. من از کجا میدانم که رسول اکرم کجاگی است، برای من چی لازم؟ همین قدر میدانم که او آشنای ماست، او شفاعت کننده ماست. برای ما خواه ملت عرب است، خواه ملت تاجیک است، اگر دین نداشته باشد او برادر ما نیست. السلام علیکم داملای شیرین زبان. آیا چنین طلاق درست است؟ وقتی که زن حامله‌دار باشد و در بستر بیماری خواب باشد و شوهر به عصبانیت و به مجبوری والدین او را به یگان شاهد 3 طلاق میکند و زن به او سوال و جوابی نمیدهد، مرد از بیمارخانه برآمده میرود. یعنی یک مرد بوده است زنش در بیمارخانه خواب بوده است، پدر و مادرش مجبور کردن که همان زن طلاق کن. این جوان رفته است به حضور شاهد زن طلاق کرده است. البته طلاق می شود. در طلاق کردن شاهد شرط نیست، در نکاح کردن شاهد شرط است، لیکن در طلاق کردن شاهد شرط نیست. حتی اگر تو میتونی که به خط بنویسی که مثال به عائله خودت که من تو را 3 طلاق کردم، طلاق می شود. برای این در طلاق کردن هیچ وقت کوشش نکنید، سراسیمه نشین. طلاق کردن بسیار بسیار یک کار ناخوبی هست. رسول اکرم میگوید ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال ها به سوی خدا این طلاق است. هیچگاه طلاق نکنید. در طلاق کردن عرش الهی میگه در جنبش میدراید. هیچگاه هیچ پدر مادر توصیه به طلاق نتین تا حد امکان. امروز ببین طلاق میتن، فردا میبینی که حاضر شدن پشیمان شدیم، نفهمیدیم، بعد از پی فتواکاوی میشوند، بعد دیگر ملاکاوی میشود. چی لازم یک زندگی حلال خطا و زندگی حرام چکار میکنی؟ البته آلوده میکنی. هیچ وقت به طلاق کردن شما سراسیمه نشین. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین. السلام علیکم داملا. مرد به طلاق زن قسم خورد، گفت من به زنم خانه‌داری نکنم. به 3 طلاق زن قسم خورد، زن حیض دید. اگر به قسم میخوری که زنم 3 طلاق فلان کار نکردم، در اصل کرده باشید زن طلاق شده است. فرق ندارد. شما به زن طلاق قسم که خوردین زنتون طلاق میشود. او چی لازم؟ قسم دیگر نیست، فقط باید همین زن طلاق ما و شما قسم بخوریم. فرق ندارد. او حیض میبیند، او زن حامله دار است، او زن بچه میزاید، یا 2 بچه میکند یا 3 بچه میکند، چند تایی بکند، طلاق طلاق است. لفظ طلاق گفتی زن طلاق میشود. دیگری بچه کردن او، حامله دار بدن او، حیض دیدن او، اینا هیچ به لفظ صریحی که از زبان ما و شما میبراید هیچ دیگر تاثیر ندارد. باز تاکید میکنم که دور باشین، طلاق نکنین. تا حد امکان غضب کنین. اگر یکی مبادا یگان کار یگان مهماتی برآمد، میلش یگان غضب و یگان کار مثال یگان آداب است، ادب دادن است، یا یگان کار دیگر پیشه کنین، لیکن طلاق نتین تا حد امکان. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر بسازد. از ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر خدایا نامه اعمال ما و شما را پر از ثواب بسازد. مرادها و مطلوبهایی که در دل دارین خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد.
این برادری که در اینجا خیر کرده، با امید آنی که در حق مادرشان دعا کنیم خدا مادرش رحمت و مغفرت، گورش پر نور بسازد و فرزنداش خدا عمر دراز با برکاتی با توفیق نصیب روزی بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. چنین فرمود روز پیری بستام، ز اسرار حقایق آن نکو نام. یک روز میگد این بایزید بستامی چنین یک سخن شیرین را، چنین یک اسرار پیشینیا را بر ما و شما حضرت خبر داد. بایزید بستامی را هم میخواهم به شما شناس کنم. حضرت بایزید بستامی همان شخصی بود که در بستام، شهر بستام به دنیا آمده است. این بایزید حضرت جنیدالله بغدادی چی میگوید؟ میگوید این بایزید در بین ما در قدر و در منزلت مثل آن بود که جبرائیل چگونه که در بین ملائکه ها بود، چگونه که جبرائیل در بین ملائکه قدر و قیمت داشت، این بایزید بستامی در بین ما همان منزلت و قدر را در بین تمام اولیاها و ولیهای خدا همین مرتبه را صاحب بود. حضرت میگد همین بایزید بستامی چنان آداب داشتند که وقتی که به مسجد می آمدن میگد حضرت در راه گریه کرده می آمدن و چنان یک آداب داشتند که به مقصد مسجد که می آمدن در راه توف نمی کردن. تا این اندازه حضرت میگد بی نهایت آداب خیلی بلندی داشتند. بار میگد نزد مسجد آمد که شاگرداش شکایت میکند، ساعتها میگه گریه میکرد پیش از داخل شدن مسجد. وقتی از اون میپرسیدن بایزید سبب گریه چیست؟ میگفت حضرت میگفت من خودم را مثل زنی که حایضه است که داخل شدن مسجد برای او گناه است و سبب ناپاک شدن مسجد می شود، خودم را مثل همون زن حایضه حس میکنم. بیرون مسجد می ایستم، از بس که من که بنده گناهگار هستم، بنده خطاکار هستم، در تصورات من، در فکر من این حکمت میگذرد که وقتی که من داخل مسجد می شوم، من آدم گناهگار، مسجد یک موضع پاک است، شاید که این مسجد، این موضع پاک از من آدم معصیت آلود، از من آدم گناهگار شاید که ناپاک شود. چگونه حضرت ها بزمیانی که این قدر عبادت ها داشتند، خاک پای بایزید بستامی از تمامی ما و شما بهتر بود. شبان روزان حضرت ها عبادت داشتند، در وجودشان چنان ترس خدا نشسته بود که شاگردهاش میگد شب بالای بام برآمد همین بایزید بستامی، تا روز میگد ذکر میکرد، خدا را یادآوری میکرد. وقتی سحر شد بالای بام برآمدیم، نگاه کردیم که بایزید بستامی در یک کناره بام میگد طهارت شکستگی بود، یعنی پیشاب کرده بود. نگاه کردیم پیشابش کلن همه خون بود. وقتی میگه از او پرسان کردیم بایزید آیا اگر بیمار باشی طبیب حاضر کنیم، این خون از وجود شما بیرون شده است؟ میگه حضرت به جانب ما گشته گفت این درد من طبیب ندارد، این درد من دیگر درد است. بالای بام بودم، گفت به یادم یک خطایی در آوان جوانی کرده بودم، یادم آمد که در جوانی یک خطایی از من گذشته بود و در فکر همان چنان به خدا داده شدم، چنان زاره و تولا کردم که فردا اگر از همان خطایی، از همان گناه اگر خدا مرا راست کند و مرا بپرسد، من بر خدا چی جواب می گفته باشم. از این خاطر گفت پیشاب من بر خون مبدل گشت. ببین امروز ما و شما ریشای ما و شما مثل کفن سفید است. 20 سال 30 سال پیش گناهایی که کرده میشینیم با اورچکار میکنیم، یادآوری میکنیم چی معیشت داشتیم، چی عرق نوشی داشتیم، چی زناکاری داشتیم. اون معیشت نبود، اون معصیت بود.
این شرمندگی است وقتی که ما و شما گناه را یادآوری میکنیم تا جایی که در عوض او توبه کنیم، از خدا بترسیم، ما و شما یادآوری میکنیم، بر گناه خود باز فخر میکنیم. فاعمل المعصیه بقدر صبرک علی النار. پیغمبر میگه ای امتی من همون قدر گناهی بکن که قوت سوختن را در آتش دوزخ داشته باشی. جد تو آدم بهشتش جای بود. حضرت رومی خدا رحمتش کند میگه بابای شما حضرت آدم روزی که خدا خلقش کرد اولین آدم داخل جنتش کرد. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. تمام ملائک حضرت آدم در داخل جنت سجده میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. یک گناه کرد در داخل جنت، خدا گفت بر این گندم نزدیک نشو. با وسواس شیطان حضرت آدم به گندم نزدیک شد، خطا کرد، گندم را خورد، در امر الهی تجاوز کرد. خداوند از جنت بیرونش کرد به سبب یک خطایی، یک گناه. رومی چی میگوید به سوی ما و شما؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ تو طمع داری که امروز تا بیگه فقط و فقط در گناه مبتلایی، در یک چاه گناه آلوده هستی، بزم این باز میخواهی که وارد جنت جاویدان شوی؟ جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، جنت جای پاکان است، جنت جای عاشقان الهی هست. همین بایزید بسطامی گفتند که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت بایزید بسطامی میگوید حضرت ابراهیم میگوید حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها تمنای داشتند، آرزوی داشتند. چه آرزو بود؟ خدایا ما را از آنی که پیغمبر ساختی از این دیده اگر امت محمد می ساختی، این برای ما فضل بود، این برای ما بهتر بود، زیرا که بر محمد تو بی‌نهایت لطف بی حد دادگی هستی. زیرا که محمد یکی از پیغمبرهای هست که در آخرت همه دامان حضرت بهر شفاعت می قپند. چون این پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چون این پیغمبر ما و شما البته امت هستیم. خداوند در قرآن تعریف میکند و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، چی یک فعل خوب داری، چی یک کردار نغز داری، چی یک معامله حلیمانه داری. خداوند در قرآن رسول اکرم همچنان وصف میکند. من یک معامله نیکی او را بر شما وصف میکنیم، انشاءالله موضوع ما دیگر است. خدا خواسته باشد از مولودهای حضرت، خواه روز جمعه است خواه یگان روز دیگر است، انتخاب میکنیم. ما روزهای جمعه فقط یک ساعتی داریم که خودش ساعتی تبلیغ است، ساعتی هست که یعنی به گوش همه مردم حکم خدا و پیغمبری را برسانیم. از این خاطر هر جایی که مولود شود در روز جمعه ما اشتراک کرده نمیتونیم، زیرا که جمعه در جمعه خودمان میمونیم. اگر کسی که مولود کنه از در مسجدهاشان روزهای شنبه یک شنبه اختیار کنند. روزهای جمعه خودش یک ساعتی است که خدای ساعت بهر ما آورده است. بازی را به مولود تبدیل بتیم، باز اگر جمعه به جمعه شیم مثل سال آینده میاییم دیگر هیچ کس را نمیابیم. یک شخص به نام سمامه بود میگد، از قبیله یمامه به طرف مدینه آمدن. در دست میگد یک کارد داشتن. وقتی که وارد مدینه شدن و اون شخص حضرت عمر رو پرو شد. از او پرسان کرد تو کی هستی؟
گفت من نفری هستم که دشمن محمد هستم و این کار که در دست دارم بهر قتل همین محمد صلی الله علیه و سلم آماده کردگی هستم. عمر که طاقت شنیدن این سخنها نداشت، عمر شخصی بود که جان فدای پیغمبر ما و شما بود، دویم یار رسول اکرم بود. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری بر محمد ختم نمیشد، گفت رسول اکرم، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. اینقدر عدالت و اینقدر صدق بر اسلام داشت. حضرت میگه هر دو دست به دست شدن. حضرت عمر میگه لباسهای اون مشرک از بدن کشید، کاردی او را از دستش گرفت و برده میگه در یک گوشه از مسجد مثل سگی را که بند میکنی همچنان بند کرد و نزد رسول اکرم برای خبر دادن رفت. پیغمبر خدا را گفت یک شخصی برای قتل تو آمده بود، ما او را دستگیر کردیم، این کاردی که میبینی کارد همون شخص است و همان نفر در یکی از گوشه های مسجد بند کرده شده است. رسول اکرم از جای خود خیستند، آمدن داخل مسجد، دیدن که در اصل آن چیزی که عمر گفته بود همان است و جانب همون شخص نگاه کرد، گفت برای این کسی که دشمن من است طعام آماده کردین؟ حضرت عمر در هیجان آمد، گفت رسول اکرم چی میگوی؟ طعام برای همین مشرک، همین شخصی که برای قتل تو آمده است، این باز ما طعام بتیم؟ رسول اکرم خطاب کرد از خانه من رفته شیر تازه بیاره. اگر حضرات دوان به خانه رسول اکرم رفتن، در یک ظرف شیر آوردن. رسول اکرم امر کرد دستهاش بکشاین. دستهاش میگه کشاده کردن. ظرف در دستش داد، شیر یک جایه میگه همش نوشید. کار در دستش داد، گو به خانت برو. حضرت عمر گو رسول اکرم چی میشود که گردن ایره من بزنم؟ رسول اکرم توجه به عمر نکرد و حضرت عمر میگه پیش از آنی که این شخص از پیش رسول اکرم دور شود، گفت بگو ای مشرک خدا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بگو کلمه طیبه را. لیکن این شخص میگه خودداری کرد، نگفت، رفت. یک چند قدم رفت میگه و پس گشت آمد نزد پیغمبر خدا، میگه بزانو زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. عمر در حیرت مان، گفت ای شخص، گفت الحال من بر تو این کلمه طیبه را عرضه کردم، چرا نگفتی؟ و بعد چند قدم گشته آمدی باز گفتی؟ گفت اگر در اون صورت من کلمه را عرضه میکردم، هر آینه بر من میگفتید که از حساب آنی که ما اسیرش گرفتیم، از حساب آنی که در سیاست ما افتاد، یعنی از ترس جان ایمان آورد. من که آزاد شدم، همچون مستقل از پیش ما که دور شدم، گشته آمدم ایمان عرضه کردم برای رضاگی خدا و برای معامله خوبی که پیغمبر بر من کرد. ببین چگونه یک پیغمبر حلیمی داشتیم. اسلام ما همچنان است. اسلام ما همچنان معامله بر دشمنهای خدا میکنند.